سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 14 مارت تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. ماجرای گم شدن 5 کیلو طلا از بانک ایمان. سیفالله سیپوف از ازبکستان برای حمله تروریستی در امریکا به حبس عمرباد محکوم شد. مسلمان شد و نامش را به سلیمان عوض کرد. کشته شدن باز دو محبوس تاجیکستانی در جنگ اوکراین. حکم زندان دو زاده تاجیکستان در بریانسک برای نشأه جلبی و پاره دادن به پلیس. عملیات نجات ماهیگیر مست که در یک جزیره دریای دوشنبه درمانده بود. برخورد یکباره 6 ماشین در ورزاب و به هلاکت رسیدن شهروند افغانستان در پنجکند. تا 16 مارت در تاجیکستان خطر ترمه اوریرچ و سیل و سنگریز زیاد باقی میماند. و اکنون تفصیلات خبرها. دادگاه فدرالی امریکا سیفالله سیپوف یک مهاجر ازبکستانی را که صحنه 31 اکتبر سال 2017 در شهر نیویورک 8 نفر را در یک حمله تروریستی کشته بود به حبس عمرباد بدون یخ آزادی پیش از مهلت محکوم کرد. دادستانی حوزه جنوبی شهر نیویورک با نشر این خبر گفت که دادستانی برای سیپوف حکم قتل طلب داشت. حکم قتل تنها در صورت پشتیبانی تمام اعضای هیئت منصفه یا سود پرسیاژنیخ می تواند صادر شود، ولی در قضیه سیپوف پشتیبانی همه اعضای ژوری از حکم قتل را به دست آوردن نتوانستند. سیفالله سیپوف که حالا 34 سال دارد صحنه 31 اکتبر سال 2017 در شهر نیویورک با ماشین بارکش اجاره گرفته‌اش بالای ازدحام حمله آورد. 8 نفر را کشت و 12 نفر را زخمی کرد. او سپس با ندای الله اکبر از ماشین خود فرآمده با سلاح پینتبال میخواست تیرپرانی کند، ولی کارمندان پلیس او را زخمی و دستگیر کردند. ازش قربانی حمله سیپوف 5 تن شهروندان ارژانتین، 1 نفر دیگر شهروند بلژیم و 2 تن دیگر شهروندان امریکا بودند. این حمله تروریستی بعد حمله 11 سپتامبر سال 2001 مدهشترین حمله در این شهر به شمار می رفت. گروه تروریستی دولت اسلامی و یا داعش آن زمان مسئولیت این حمله را به دوش گرفته. در هفته‌نامه الانوب که وابسته به این گروه است نوشته بود که راننده ماشین بارکش یکی از سربازان خلافت است. اما وکیلان مدافع سیفالله سیپوف در دادگاه گفتند که او این حمله را بدون دستور داعش به خاطر شهید شدن انجام داده است و اما مقامات از منزل او تعداد زیادی ادبیات تبلیغاتی داعش و دیگر گروه‌های تروریستی را پیدا کردند. دادستانی نیز گفت که این زاده ازبکستان می‌خواست با انجام حمله پرسر و صدا در نیویورک توجه رهبران آن سازمان تروریستی را به شخص خود جلب کند و به صف داعش بپیوندد. خود سیپوف در جریان مرافعه‌اش بیانات داد، ولی قبلا اعتراف کرده بود که تحت تاثیر تبلیغات داعش دست به این حمله تروریستی زده است. حکم قتل در ایالات نیویورک در 6 سال اخیر یگان بار صادر یا اجرا نشده است. بار آخرین در این ایالات حکم قتل سال 1963 اجرا شده بود. سیفالله سیپوف باقی عمر خود را در محبس فدرالی نظامش سنگین‌ترین فلورنس در ایالات کلرادو سپری خواهد کرد. اگنسی مبارزه با کروپسیون تاجیکستان روز 13 مارت سال 2023 از انجام تفتیش پرونده مدیر کودکستان رقم 27 شهر خوجند مدینه جان راوپووا و کارمند بانک ایمان اینترنشنال ملک خوجه رحیم بایف با اتهام به نام 11 نفر گرفتن قرض بانکی به مبلغ 161,050 دلار امریکایی و 727,500 سومونی در مجموع قریب 2.5 میلیون سومونی خبر داده بود. محاکمه این پرونده در دادگاه هنوز ادامه دارد، اما یک نفر آگاه از جریان این قضیه روز 14 مارت به پایگاه خبری بامداد خبر داد که اصل ماجرا از فرضیه اگنتی ضد کروپسیا کاملا فرق میکند. و گفته این منبع سال 2020 وقتی که مدینه جان راوپووا از بانک ایمان اینترنشنال قرض گرفت، در آن بانک 5 کیلو آرایش گوناگون طلایی را گرو گذاشته بود، ولی ماه سال 2022 وقتی که او میخواهد زمان پرداخت قرض را تمدید کند معلوم میشود که 5 کیلو طلای به گرو گذاشته راوپووا را به 4 کیلو بیژوتریا عوض کردند. بانک البته این را به گردن نگرفت و
از مدینه راوپووا طلب کرد که قرض بانکی را برگرداند، ولی ببینید بانک پیش از آنکه که قرض بدهد اموال برای گرفت پیشنهاد کرده قرضدار را موشکافانه می آموزد و نرخگذاری می کند. این هیچ امکان نداشت که کارمندان بانک به جای طلا از مدینه راوپووا بیژوتری را همچون گرفت قبول کرده باشند. راوپووا معتقد است که طلاواری گرفت گذاشته او را کارمندان مسئول بانک ایمان عوض کردند. نقل کرد امصوبت بامداد. مسئولان بانک ایمان این ادعا را شرح ندادند، ولی به گفته همصوبت بامداد آنها پایفشاری دارند که مدینه جان راوپووا شاید با کارمندان بانک زبان یک کرده به خاطر گرفتن قرض دست به خلابی زده است. بانک از راوپووا طلب دارد که قرضش را در پیش این مؤسسه پوره ادا کند. این در حالی است که در این ماجرا جبر دیده اساسی راوپووا است، چون که او از همه پیشتر سوخت. راوپووا همگی 5 کیلو طلاواریش را که 4 میلیون سومانی ارزش داشت از دست داد. هم ملکه به بانک 2.6 میلیون سومانی پول پرداخت کرده است، ولی هیچ نه که قرضش ادا شود. بیچاره هر ماه از 5000 تا 10000 دلار پول فایز میداد در دوام 2 سال. نقل کرد امصوبت ما. منبع بامداد میگوید آن کارمند ایمان اینترنشنال که از راوپووا اون 5 کیلو طلا را قبول کرده بود، بعد این ماجرا فرار کرد که این به گفته او دست داشتن کارمند بانک در عوض کردن 5 کیلو طلا را تصدیق میکند. به گفته او این کارمند فراری با پرداخت 500,000 سومانی برای پوشاندن قرضهای راوپووا نیز دست داشتنش در این عمل قلابی را تصدیق میکند. کارمند دیگر بانک ایمان ملک خوجا رحیمبایف که بسیدی او هم پرونده کشودند نیز برای پوشاندن قرض راوپووا 300,000 سومانی داده است. به بالای این بانک خانه مدینه جان راوپووا را نیز در عوض قرضش مصادره کرده 2 فرزند و پدر مریض او را به سرپناه گذاشته است، ولی هیچ نه که قرض بیتگ بانک ادا شود. مدینه جان راوپووا و کارمند بانک ایمان ملک خوجا رحیمبایف تقریبا نیم سال باز در بازداشت قرار دارند. آنها هر دو بر اساس ماده 246 قسم 3 بند ب و 340 قسم 2 بندهای ا ب به تصرف قرض بانک و ساختکاری حجت‌های بانکی و رحیمبایف علاوه باز بر اساس ماده 265 کودش جنایتی جمهوری تاجیکستان به غیر قانونی دادن قرض بانک عیبدار می شوند. و اما منبع بامداد می گویند زندانی کردن مدینه جان راوپووا بعد اون که او برای ادا کردن نزدیک 2.5 میلیون سومانی قرضش الکی 2.6 میلیون سومانی پرداخت کرده است و خانه‌اش رو هم گرفتند و به بالای این 5 کیلو طلاواریش به ارزش تقریبا 5 میلیون سومانی نیز در بانک گم شده است. کاملا بی‌انصافی می بود. منابع پایگاه خبری بامداد خبر دادند که هفته گذشته جنازه های باز 2 محبوس از تاجیکستان را که در جنگ اوکراین کشته شدند به تاجیکستان آورده، یکی را در شهر دوشنبه و دومی را در نویه شهر توس به خاک سپاریدند. یک منبع بامداد خبر داد که نماز جنازه خالیاروف طلبشاه سال تولدش 1991 که از مرکز نویه شهر توس بود روز 9 مارس سال 2023 بعد نماز بامداد در مسجد مرکز نویه برگزار شد. طلبشاه در روسیه با جرم قاچاق مواد مخدر زندانی شده بود. معلوم نیست که او را چگونه و با چه وعده از محبس روسیه به جنگ اوکراین بردند و او کی و در کجای اوکراین کشته شد، ولی جسدش را شب 8 مارس به تاجیکستان آوردند و صبح 9 مارس به خاک سپاریدند. خبر داد امصوبت بامداد. تا این ساعت تفصیلات از این بیشتر درباره سرنوشت این محبوس تاجیک در جنگ اوکراین کشته شده در دست نیست. منبع دیگر بامداد خبر داد که اخیراً در آرامگاه محله سیوم بازا در کناره‌های شرقی شهر دوشنبه سلاویک نوگورودسف پسر مارینا پتروشنکا طبیب قسم طبی فرودگاه دوشنبه را به خاک سپاریدند. سلاویک در شهر اولانوده مرکز جمهوری بوریاتستان روسیه با مواد مخدر به دست افتاده بود و چند سال باز زندانی بود تا ادای حکم او همگی 6 ماه دیگر باقی مانده بود و برای نزدیکانش نافهم است که او به خاطر چی برای رفتن به جنگ اوکراین راضی شده است. سلاویک دین اسلام را قبول کرده نامش را به سلیمان عوض کرده بود. نقل کرد همصوبت بامداد. کی و در کجای اوکراین و در چه شرایط کشته شدن زاده دوشنبه سلاویک یا سلیمان معلوم نیست. تنها از اول ماه مارس الکی جنازه های 3 محبوس تاجیکستانی در جنگ اوکراین کشته شده را به وطن آورده در اینجا به خاک سپاریدند. اخیراً خبرهای به دست میرسند که
در محبس‌های روسیه محبوسان را با تهدید کشودن پرونده نو و به گردنشان زدن حکم نو مجبور میکنند که خودشان عریضه نوشته به جنگ ضد اوکراین بروند. تا امروز درباره کشته شدن حدود 20 محبوس توجک که از زندانهای روسیه به جنگ اوکراین برده شدند گزارش‌ها به دست رسیدند. اکثر آنها را شرکت واگنر مربوط به ایوگنی پریگوژن، یک سرمایه‌گذار نزدیک به پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین، با وعده عفو و آزادی زود به جنگ میبرند. دادگاه نویای بیژیتسای شهر برینسک روسیه روز 13 مارس سال 2023 دو زاده تاجیکستان مویبولو میمونوف و سراجالدین توشلنبویف را بر اساس 5 کودکس جنایتی روسیه در قصد قاچاق و فروش مواد مخدر، مقاومت به کارمندان پلیس و پیشنهاد بیش از 2 میلیون روبل پاره برای خریدن آنها گناهکار شناخته میمونوف را به 14 سال و 6 ماه و توشلنبویف را به 14 سال زندان نظامش سنگین محکوم کرد. خود میمونوف که 32 سال داشته است و توشلنبویف 26 ساله و ادوکات‌هایشان برای شرح قضیه دسترس نیستند، ولی خدمات مطبوعات ریاست تفتیشات ولایت برینسک بدون افشا از کدام کشور بودن آنها خبر داد که این دو نفر را 12 مای سال 2022 در شهر برینسک با دلیل‌های شیعی دستگیر کردند. بنا به فرضیه تفتیشات که دادگاه نیز آن را تصدیق کرد، میمونوف و توشلنبویف که در شهر مسکو کار زندگی میکردند ماه مای سال 2022 با ماشین به برینسک آمده در پناهگاه‌ها مواد مخدر با خودشان آورده را پنهان کردند تا که بعدا توسط مسنجر به خریداران سراغه این پناهگاه‌ها را بگیرند. گفته میشود آنها با خود از مسکو به برینسک مواد مخدر نوع‌های متادون و مفدرون آورده بودند. روز 12 مای سال 2022 آنها را هنگام پنهان کردن چندین بسته مواد مخدر کارمندان شعبه مبارزه با نشه پلیس شهر برینسک دستگیر کردند. تفتیشات میگوید قاچاقبران اول تلاش کردند مقاومت نشان داده از دست پلیس فرار کنند و به این مقصد با دست و پا کارمندان پلیس را لطوکوب کردند، اما می افزود خدمات مطبوعات ریاست تفتیشات ولایت برینسک بعد آنکه مقاومت دستگیر شده ها فرو نشانده شد، یکی از آنها به کارمندان پلیس برای خلاص شدن از جوابگری جنایتی برای قاچاق فروش مواد مخدر 1 میلیون روبل پاره پیشنهاد کرد. بعدتر نفر دوم برابران پلیس برینسک که به محل بازداشت آمده بودند پاره به مبلغ 1 میلیون و 100 هزار روبل پیشنهاد کرد و به آنها کارت‌های بانکی خود را که در داخلش 500 هزار روبل بود همچون یک قسم این پاره داد، ولی کارمندان پلیس از گرفتن پاره دست کشیده اعمال آنها را سندگذاری کردند. در جریان تفتیش این پرونده باز یک حالت دست داشتن میمونوف و توشلنبویف در فروش قاچاق مواد مخدر در شهر پنزه روسیه نیز آشکار گردیده است. تاجیکستان که با افغانستان منبع اساسی تولید هیروئین، افیون و حشیش دنیا 1370 کیلومتر مرز مشترک دارد، در سالهای اخیر به یک مسیر عمده قاچاق مواد مخدر افغانی به بازارهای سیاه شمال سیاره اساساً به روسیه و قزاقستان تبدیل یافته است. از حدود 8000 زاده تاجیکستان که در محبس‌های روسیه ادای حکم می‌کنند، تقریباً 4/1 برای جنایت‌های مربوط به مواد مخدر زندانی شدند. نیمه دوم روز 12 مارس سال 2023 ساعت 17:03 دقیقه به نوبتدار فوری کمیته ولایت‌های فوق‌العاده زنگ زده خبر دادند که در نزدیکی چوبخانه شرق آزاد یا گژکه بین سیرک و کارخانه نساجی دوشنبه یک مرد در جزیره در بین دریای دوشنبه درمانده است. بنا به گزارش مرکز مطبوعات کمیته ولایت‌های فوق‌العاده، گروه نجات بخشان از واحد سیار شهر دوشنبه و ریاست خدمات مخصوص جستجویی و نجات‌دهی بلافاصله به جای حادثه سفربر گردیده بعد رسیدن معاین کردند که مرد 42 ساله ساکن شهر کولاب در حالت مستی به ماهیگیری مشغول شده ناگهان به آب افتاده است و مجرای آب او را برده به این جزیره واقع در بین دریا پرتافته است. حرارت آب هنگام راه‌اندازی عملیات نجات 12 درجه خنک بود. نجات بخشان با استفاده از بند مخصوص تا جزیره رسیده به بدن آن مرد ژیلت نجات پوشاندند و بعداً به بند بسته از بین دریا بیرونش آوردند و به بیمارستان انتقال دادند. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده در رابطه با این حادثه از شهروندان خواسته است که قاعده‌های بی‌خطری در سواحل کول و دریاها را رعایت کرده در مکان‌های ممنوع ماهیداری نکنند. بنا به خبر دیگر مرکز مطبوعات کمیته ولایت‌های فوق‌العاده روز 12 مارس سال روان ساعت 13:20 دقیقه آب کانال در موضع محله صاحبکاران 2 نویه شامنصور
از ماجرای خود بیرون شده به منزل استقامتی ساکنان وارد گشت. معلوم شد که بنابر سبب باریدن باران زیاد و از خس و خاشاک بوته‌های خور مرمینجان، درختان خودروی و پرتوب‌های ساکنان پر بودن کانال آبگذر پولیزی، آب کانال مجراش را دیگر نموده از زیر تاکورسی دیوارهای خانه رقم 58 به سن حوله خانه‌های رقم 72 73 74 77 93 91 111 وارد گردیده است. این چنین آب کانال مذکور به 3 حجره منزل استقامتی رقم 58 و تا خانه منزل استقامتی رقم 91 و 93 وارد شد. با اندیشیدن چوره‌های فوری و جلب تکنیک مخصوص ریاست استفاده بری راه‌های نویه شامنصور، کانال از خسپاره‌ها و پرتوب‌ها توزیع کرده شد و او به مجرای خود روان گردید. دسته مخصوص زودعمل نجات ریاست ولایت‌های فوق‌العاده شهر دوشنبه با استفاده از دستگاه‌های آبکشی، آب وارد شده به تاخانه‌های منزل‌های استقامتی رقم 91 و 93 و سن اولیه منزل استقامتی رقم 73 را بیرون کشیده خطر احتمالی به بناها را رفع کرده است. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده میگوید بارها به تاکید از ساکنان کشور خواهش کرده بود که سر وقت جو و کانال‌ها و سیل روها را از هر گونه پرتوب‌ها، خسپاره‌ها و سنگ و ریگ و شغل توزیع کنند، چون اول بهار فصل معمولا سیربارش می‌آید و سر وقت توزیع کردن جو و کانال‌ها گرو اصلی تامین امنیت و بخطری شهروندان است. متاسفانه نه همه این کار را می‌کنند و یک سبب اصلی به خانه‌های مردم در آمدن سیل هم امین است، گفته می‌شود در اطلاعیه. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان روز 14 مارس سال 2023 با نشر یک هشدار به سهم ساکنان و معماران جمهوری رساند که بنا به پیشبینی هواشناسان به سبب گرمشوی هوا و بارشات روزهای اخیر دست کم تا 16 مارس در مناطق کوهستان تاجیکستان خطر بلند فرو ریختن ترمه و سیل و یرچ و سنگریزی باقی میماند. گفته می شود در برخی قسمت‌های راه‌های دوشنبه خوجند، دوشنبه لخش، دوشنبه رشت، دوشنبه سنگوار، دوشنبه دروز خوروغ اشکوشم، خوروغ مرغوب آثار یخبندان باقی مانده، احتمال زیاد فرو ریختن ترمه و سنگریز وجود دارد. به این دلیل کمیته ولایت‌های فوق‌العاده از ساکنان خواسته است که در این روزها از سفر و سیر و گشت به منطقه‌های خطرناک ترمه‌خیز حد الامکان خودداری کرده هوشیار باشند. از رانندگان هم خواسته شده است که هنگام حرکت در عقبه‌ها و منطقه‌های کوهستان قاعده‌های بی‌خطری و هم فاصله بین ماشین‌ها را جداً رعایت کنند. یادآور می‌شویم ماه فوریه سال 2023 در تاجیکستان دست کم 23 نفر قربان ترمه شدند. 18 نفر آنها روز 15 و 16 فوریه در ولایت مختار کوهستان بدخشان، از جمله 15 نفر در محله ناصر خسرو در کنار شهر خوروغ، 2 نفر در ونج و 1 دختر در شغنان زیر ترمه‌ها جان خود را از دست دادند. 5 نفر دیگر در راه‌های دوشنبه خوجند در زیر ترمه‌ها به هلاکت رسیدند. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که روز 12 مارس سال 2023 در حدود نویه ورزاب در شورای دوشنبه خوجند یک باره 6 ماشین برخورد کردند و در نتیجه این صدمه 1 نفر هلاک گردیده، دست کم 4 کس دیگر جراحت برداشتند. همچنین شهروند 37 ساله افغانستان روح الله محمدی صبح بر وقت 13 مارس ساعت 9:50 در دهه صوفیان در کنار شهر پنجکند بر اثر به یک ماشین دیگر برخوردن ماشینش در جای حادثه به هلاکت رسیده است. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی روز 12 مارس سال 2023 تخمینا ساعت 12:40 راننده ماشین تمغه مرسدس منصور عبدالخلیل سال تولدش 1999 ساکن نویه باباجان غفوروف هنگام حرکت از سمت شهر دوشنبه به سمت ولایت سوخت در حدود نویه ورزاب از اوده دوره واسطه نقلیات نبرآمده به سمت مقابل حرکت را برآمده به ماشین تمغه اوپل وکتر تحت اداره راننده اکراموف بختیار برخورده است. باز او به ماشین تمغه پرادو تحت اداره راننده یعقوبوف بیروز سال تولدش 1991 ساکن شهر دوشنبه و ماشین تمغه اوپل زفیره تحت اداره راننده نورالی فردوس ساکن نویه ورزوب که به سمت ولایت سوخت حرکت کرده ایستاده بود برخورده
که در این اثنا ماشین تمغه اوپل وکترا از اوده دوره حرکت ماشین نبر اومده به سمت مقابل حرکت رو بر اومده به ماشین تمغه اوپل استرا برمیخورد. در نتیجه مسافران داخل ماشین تمغه اوپل وکترا یتیم و گل رفتار سال تولدش 1967 ساکن نویه جامی مدینه بانوی فرو جانزاده سال تولدش 1998 باقیف اوسیا سال تولدش 2018 قادر و آمینه سال تولدش 2022 جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گشتند. مسافر دیگر ماشین تمغه اوپل وکترا خولماتوف فراجان سال تولدش 1967 ساکن نویه جامی در جای حادثه به هلاکت رسیده است. همچنین صبح بر وقت 13 مارس سال 2023 تخمینا ساعت 9:50 راننده ماشین تمغه موسی روح الله محمدی سال تولدش 1986 شهروند جمهوری اسلامی افغانستان موقتا استقامت کننده شهر پنجکند هنگام حرکت در دهه صوفیان مقابل حرکت رو برآمده به ماشین بارکش تمغه مرسدس بنز که تحت اداره ساکن پنجکند قربانوف عبدالحلیم سال تولدش 1991 قرار داشت برخورده است. در نتیجه راننده ماشین تمغه موسی روح الله محمدی جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه و تحقیقاتی ادامه دارد. راه‌های تاجیکستان از لحاظ صدمه‌ها پرخطر به شمار می‌روند. سال 2022 بر اثر 1096 صدمه در راه‌های جمهوری 416 نفر به هلاکت رسیدند و 1197 تن دیگر مجروح شدند. به کارمندان شعبه وزارت کارهای داخله در نویه جامی میسر گشت که در نتیجه بررسی عریضه ساکن نویه مذکور وابسته از طرف شخصان نامعلوم تصرف شدن مبلغ‌های کلان پولی از منزل استقامتیش ضمن برای ماندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی شخصیت گمانبر این حالت دزدی را آشکار نموده به کردارهای غیر قانونی او خاتمه گذارند. این نفر سعداللهف محمد سال تولدش 1990 ساکن شهر باختر با مقصد تصرف مال و ملک غیر شب 16 فوریه سال 2023 تخمینا ساعت‌های 21:00 به نزد منزل استقامتی شهروند رحیموف نور محمد ساکن جماعت شهرک جامی نویه جامی که برادر همسرش می باشد رفته از نبودن اطرافیان استفاده نموده با کلید در منزل استقامتی را گشوده غیر قانونی وارد آن می گردد. نام برده یک عدد جیوان آهنین را که در داخلش مبلغ‌های پولی 175,000 سومونی 227,000 روبل روسی $500 امریکایی و جواهرات طلایی بود تصرف نموده از جای حادثه غیب میزنند که با این کردار جنایتکارانه‌اش به شهروند 221,441 سومونی ضرر جدی میرسانند. نسبت سعداللهف محمد در شعبچه تفتیشاتی شعبه وزارت کارهای داخله نویه جامی پرونده جنایتی با ماده 244 قسم 4 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در نویه ووسی عریضه زن 26 ساله ساکن نویه مذکور وارد گردیده است که اولای ماه فوریه سال 2023 تخمینا ساعت 14:00 شخصان نامعلوم با راه پنهانی به خانه استقامتیش در آمده از آنجا یک عدد گردنبند طلایی را دزدیده از جای حادثه غیب شدند. ضرر رسانده شده 5,000 سومونی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که جنایت مذکور را مرد 44 ساله ساکن امین نویه که پیش با ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده است و زن 32 ساله ساکن همانجا صادر نمودند. اوید به این حادثه تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.